میدانید وقتی که الله دختری را که همسر موسی شد در قرآن کریم چگونه وصف و تصویر نمود؟ زیباییش را یا چهره اش را یا آرایش و سر و لباسش را؟ البته نه، بلکه حیا اش را وصف و تصویر نمود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حیا یکی از شعبه های ایمان است. الله در قرآن میگوید فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله میگوید در سوره قصص با شرم و حیا قدم بر می داشت، با شرم و حیا راه می رفت. این همان زنی که الله سبحانه و تعالی برای موسی علیه السلام اختیار نمود. صفت این زن را الله ذکر کرده، میگوید آن زن حیا داشت، نزد موسی با شرم و حیا قدم میزد. حیا این از ایمان است. بهترین و والاترین نوع حیا این حیا از خداوند است. در تمام کارها و مکانهاست. حیایی که مانع معصیت و نافرمانی می شود. شرم و حیا گنج است که اگر در وجود هر انسانی باشد او را از گناه دور می کند. زمانی که حیا از وجود آدم ها و جامعه دور می شود جز فساد و فحشا نخواهد داشت. از بین رفتن حیا سبب عادت و گناه می شود و عادت و گناه سبب نادیده گرفتن زشت گناه می شود و نتیجه چیست؟ نتیجه غرق شدن در بطلاق گناه ها است. البته که حیا تنها مخصوص دختران نیست بلکه برای همه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الایمان بضع و سبعون شعبه و افضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیا شعبه من الایمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ایمان 70 چند شعبه دارد که بهترین آن گفتن لا اله الا الله و پسترین آن چیزی را از سری کوچه گرفتن و حیا شعبه از شعبه ایمان است. و اینچنین در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا سراسر خیر است. و در حدیث های دیگری که حیای مردها را تصویر می کند پیامبر صلی الله علیه و سلم حیای عثمان رضی الله عنه را ذکر می کنند. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آیا من از عثمان حیا نکنم؟ او مردی است که حتی فرشتگان از او حیا میکنند. چرا باید فرشتگان از حضرت عثمان رضی الله عنه حیا کنند؟ پاسخ و روشن است به سبب حیا و ادب نیک ایشان. عثمان رضی الله عنه یکی از صحابه های هستند که بسیار حیای بزرگ داشتند. چقدر درباره حیا سخن کنیم کم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیه یدیه ان یردهما صفرا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خداوند زنده و کریم است. وقتی که انسان دستش را برداشته به سوی الله دعا میکند الله شرم میدارد تا که او را رد گرداند. ببینید الله سبحانه و تعالی یکی از صفاتهایش این حیا است، شرم و حیا است.
هر یکی ما باید حیا را به جا بیاریم و هیچگاه از حیا دست نکشیم. همه خوشبختی ها در حیا است. همه گناه ها از ترک کردن حیا است. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.